سلام، روزتون بخیر باشه. امروز در خدمت یکی از بچه‌های گل پارسال هستیم که تو آزمون ورودی تیوشان نتیجه خوبی گرفت و قبول شدش. ازت میخوام که خودت معرفی بکنی و به کجا قبول شدی. سلام، پرهام شمشیر هستم، هلی 3 قبول شدم. بسیار عالی. سلام میکنم به پدر محترم شما که همراهتون اومده و در طی 1 سال من یادم هست آقای شمشیر همیشه همراه پرهام بود. چندین بار تو حوزه‌های آزمون من شما رو دیدم که همراه بودید و می‌اومدید جلو. لطف دارید. منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و ممنونم از زحمتایی که کشیدید. سلامت باشی قربان شما. به عنوان سوال اول پرهام، اصلا از کی به فکر مدارس سمپاد افتادی؟ واقعیتش من 6م امتحان سمپاد رو دادم. منتها چون ما خیلی در اون زمان در مورد سمپاد اطلاعاتی نداشتیم، حالا خلاصه به هر دلیلی قبول نشدم، با اینکه درصدم نزدیک بود ولی بازم قبول نشدم. 9م واقعیتش من اون چیز تو دلم مونده بود که چرا سمپاد قبول نشدم. افتادم دنبال این که یه آموزشگاهی رو پیدا کنم که اونا 100% بیشتر تو این روند هستن. بعد اسم آموزشگاه موفقیت رو هر جا گشتم پیدا کردم که دیدم بیشتر آمار قبولی رو دارن و نظرات هم خیلی مفیده. خلاصه با پدر مادر صحبت کردیم و اومدیم خدمت شما. بسیار هم عالی. خیلی خوشحالم که اومدی، جوابی هم که می‌خواستی گرفتی و هلی 3 هم مبارکت باشه. من یه سوال خیلی کلی میپرسم. عملکرد کلی آموزشگاه روی قبولی شما چه تأثیری داشته؟ حالا این سوال هم خود اول پاسخ بده بعد هم پدر. تأثیرش که خیلی زیاد بوده قاعدتاً. دبیرای خیلی خوبی داشت آموزشگاه، واقعا مسلط بودن و آزمونا خیلی تأثیر میداره 100% تو روند. ما فکر می‌کنم حدود 20 خورده آزمون دادیم. 23 تا آزمون داشتیم. 23 تا آزمون داشتیم که به صورت حضوری آنلاین بود. بعد اون جو آموزشگاه خیلی تأثیر داره. دانش آموزا همشون تقریبا در یه سطح بالایی قرار دارن. رفاقتی که بین بچه‌ها هست خیلی خوبه. بحث مشاوره هست. آقای مبعدپور برام که زحمتشو میکشید، هر هفته به ما زنگ میزدن، خیلی دستشون هم درد نکنه. بعد واقعیتش که خیلی در کل تأثیر داشته این روند آموزشگاه برای من، نه تنها برای قبولی سمپادم بلکه تو کل زندگیم هم تأثیر داشت. چون اون جوی که درش قرار میگیریم بالاخره هر جا بریم با اون جو میتونید مقایسه بکنید که آیا اونجا به درد شما میخوره یا نمیخوره و در کل تجربه خیلی جالب و خوبی بود. داشتیم قبل مصاحبه صحبت میکردیم با پرهام، میگفتش که توی این پروسه قبولی 2-3 تا مدرسه رو قبول شد و هی رفتش ببینه مدارس خوبن بدن و مقایسه میکردن که مثلا شما خودتون توضیح بدید در رابطه با این موضوع چی میشه. من همه مدارس رو تقریبا قبول شدم، فقط انرژی اتمی رو با 1% نزدیکی قبول نشدم. مفید رو قبول شدم، مفید یادگار رو قبول شدم، علامه طباطبایی کارگر رو قبول شدم. هلی هم که گفتم هلی 3 رو قبول شدم. البرز رو قبول شدم. البرز تو بخش المپیادش بودم، المپیاد شیمی میخوندم. از بین این مدارس به نظرم حالا در آینده اگه کسی میخواد انتخابی بکنه 100% اگر هلی رو قبول نشده البرز رو بچسبه. بسیار. البرز تو این 3 سال اخیر مدیریتش فکر می‌کنم عوض شده و نتایج خیلی خوبی دارن میدن. نظر پدرت هم میخوام بشنوم در رابطه با آموزشگاه و اتفاقاتی که افتاد و تأثیری که روی پرهام داشتش. درست. آموزشگاه به نظر من تاثیر بالایی داشتش روی پرهام، چون اگر توجه کرده باشین قبلم که ما هم دیگه صحبت می‌کردیم من همش دنبال کلاس‌های حضوری بودم تا آنلاین. وقتی بچه‌ها توی محیطی جمع میشن که با همدیگه در کنار همدیگه مقایسه میشن حضوری، خب موفق‌ترن تا آنلاین. ولی خب آموزشگاه شما، آموزشگاه موفقیت، جوش جوری بود که هم کلاس‌ها رو برده بودید توی دانشگاه برگزار می‌کردید. بچه‌ها بیشتر چون تو مدرسه و اینا هستن یه دفعه اون وارد محیط دانشجویی میشن، حسشون حس مثلا دانشجوییه که تازه وارد شده. دوستانی که تحصیل کردن دانشگاه متوجه میشن من چی میگم. و
برخورد و اون طرز فکری که باهاشون رفتار میشه مثل مدرسه نیست، مثل دانشجوه، خود به خود رشد میکنن، یه دفعه بزرگتر میشن اصلا از نظر سنیشون، از نظر فکریشون. و آموزشگاه شما هم که استادای خوبی داشت واقعیت، چون من بچه رو همیشه رصد میکردم، واقعیت درس خوب میدادن، خوب میگرفت بچه درسو. اگر مثلا مشکلی یا کلاس‌های آنلاینی که داشتن، واقعا استاداتون حالا نه که بچه من قبول شده فقط پاسخگو بودن، بچه رو راه مینداختن اگر ایرادی داشت. بچه‌ای که تلاشگر بود، البته اینو من باید بگم هر بچه‌ای نه، واقعا کسی که تلاش میکرد و میرسوندنش. و اینکه آموزشگاه برای مثلا پسر خودم بخوام بگم واقعا 50% قضیه بود. 50% قضیه میتونم بهتون بگم که خودش بوده و پدر و مادرش. بچه باید خودش تلاش بکنه، یه دستی هم از پدر و مادر، هم نظر فکری هم نظر مالی پشت سرش باشه که بتونه بچه بره جلو دیگه. و بچه‌ای که واقعا تلاشگر باشه و بخواد میرسه دیگه، خواستن توانستن. مرسی. پرهام اگه بخوای یه توصیه بکنی به بقیه بچه‌هایی که میخوان تازه شروع بکنن واسه دانشگاه نهم به دهم در رابطه با روش خوندن، در رابطه با همه چی بهشون میگی؟ اگر که در این آموزشگاه هستن که 100% تکالیفشون رو کامل و جامع انجام بدن که خیلی تاثیر داره واقعا تکالیف. و به نظرم یه تایمی برای مطالعهشون برنامه ریزی 100% داشته باشن و اون فضای مطالعهشون رو باید برای خودشون هموار بکنن. مثلا میز مطالعه داشته باشن، توی فضای آروم مطالعهشون رو انجام بدن. بعد اینکه همون برنامه‌ریزی واقعیتش خیلی مهمه، چون چیز دیگه ای نیست. بعد تلاش خودشون هم هست دیگه، هر چقدر آموزشگاه تلاششو بکنه دیگه، دوستان خودمون بودن هر چقدر آموزشگاه تلاش بکنه ولی بازم اون تلاش خود شخص خیلی تأثیر داره داخلش. اگر خودت نخوای هیچکی نمیتونه برات انجام بده اون کارو. بعد اگر یه توصیه دیگه هم باشه، زمانی که هلی قبول شدن 100% برن هلی، چون همه مدارس میگن اینجا بمونید فلان، ولی هلی رو به نظر من از نظر من هلی رو انتخاب بکنن چون جای بدی نمیرن. حالا هر هلی باشه. درست. من یه بار تکمیل میکنم. پرهام قبولی هلی 3 در رشته تجربی هستش و به قول خودش واقعا این که شما خب بالاخره شاید بچه‌ای که میان آموزشگاه زیاد باشن، بالاخره چندین تا سانت چند کلاسه، ولی این تفاوت دقیقاً تو تلاش خودته که ایجاد میشه که شما مثلا میری الیاس شاید یک از توی این پروسس قبول نشه، بالاخره وظیفه‌مون اجرای یک سری حالا کلاس‌ها و یک سری خدمات هست به بهترین کیفیت، ولی خب اون تأثیر نهایی رو بازم خود شما هستی که روی این پروسه میذاری. یه سوالی که مدد دارم این که تو برنامه ریزی چطوری بود؟ چند وقت یه بار برنامه ریزی میکردی؟ برنامه ریزی واقعیتش من برنامه ریزیم خیلی جامع نبود بخوام کامل بگم، ولی مثلا هر ماه یا مثلا هر ماه 2 دفعه یه برنامه ریزی برای خودم انجام میدادم که برنامه ریزی هم میدونید نباید خیلی یک دست باشه که همش یه درس رو انجام بدید، نه خیلی هم رنگارنگ باشه به قول دوستان که مثلا یه رو ریاضی بخونی، یه رو هوش بخونی، نیم ساعت شیمی تو بخونی. این نیست. باید تایمی که برای برنامه‌ریزی می‌کنید درست باشه. مثلا 1 ساعت و ربع بخونید، بعد مثلا یه رو 20 دقیقه استراحت بکنید، چون یه روند گیرایی مغزم هست. احتمالاً استاد ربیعی اصلا به ما توضیح دادم که تو 80 دقیقه اوله که ما خیلی گیرایی داریم، بعدش دیگه رو به خستگی میره و دیگه اون گیرایی سابق رو نه، بالاخره باید یه استراحتی بینش باشه و یه روز خالی برای خودشون حتما بذارن، حتما، چون خیلی کمک میکنه. احتمالا پنجشنبه جمعه ها که میان آموزشگاه در کنار استادان عزیز ما هستن، بعد
شنبه تا چهارشنبه هم که مدرسن، ولی یه روزی رو سعی کنن خالی تر، حالا نه که کلن هم خالی بذارن و راحت باشه، ولی حداقل دیگه 1.5 ساعت یک ساعت درس بخونن، خیلی به خودشون فشار نیارن. بعد ورزش شادی بکنن، یه گل میزنن شادی بکنن، خیلی تأثیر داره. بعد ورزش به قول تو ورزش میکنی؟ من بله، من بسکتبال بازی میکنم، شنا تقریبا حرفه‌ای، نه خیلی ولی تقریبا شنا و بسکتبال، یه ذره هم فوتبال. من کلاً به هر ورزشی یه دستی انداختم. خوبه دیگه، ولی همینه دیگه، اون استراحت رو داشته باشن، ورزش بکنن. یه هفته 2 هفته مونده به سمپاد، خیلی مهمونی و اینا رو بذارن کنار، یه وقت مریض نشن، چون اون روزی که امتحانو میدی خیلی مهمه، باید اون همه خودت باشی، 100% خودت. بعد غذای فست فود و اینا رو آقای محسنیان به ما چیز میکرد، روز آخر اینا رو بذارن کنار. بعد روز آخرم که دیگه بازی‌های هیجان انگیز و اینا رو بزنن کنار. بعد یکی از دوستان ما هم بود استرس داشت، شب هم حتی نمیخوابید، شب آزمون سمپاد هم نخوابید. اون اصلا استرس رو بندازیدش دور، استرس تا یه جایش خوبه، بعد دیگه از بین میبره واقعیتشون استرس. شب آزمون سمپاد هم خیلی راحت بگیرن بخوابن، ساعت 9 و 10 بگیرن بخوابن، ساعت 6 و نیم 7 فکر کنم ساعت 8 برگزار میشه دیگه، ساعت 6 و نیم 7 بیدارشن، صبحونه مغذی بخورن و برن سر آزمونشون. بسیار هم عالی. اگر شما هم توصیه واسه بچه‌ها یا خانواده ها دارید که تو این مسیر قرار میگیرن، من خوشحال میشم بشنوم، و اگر هم که چیزی نیستش، توصیه من به عنوان یه پدر، بر صورت پدر مادرها میبینن دیگه 100% این ویدیو رو و بچه‌ها. من خودم تجربه خودم رو بخوام بگم، خب من دنبال آموزشگاهی که بچه‌م بخواد مثلا درس بخونه گشتم. واقعا آموزشگاه شما رو مثلا کسی به من معرفی نکرد، آموزشگاه موفقیت رو، نسبت به قبولی هایی که داشت، خروجی که داشت انتخاب کردم و اومدم 1-2 جلسه بررسی کردم، وایسادم، بچه‌ها رفتن سر کلاس، هیچ پدر مادری نبود ولی من هنوز وایساده بودم، داشتم از بیرون در نگاه می‌کردم استاد داره چی میگه، بچه‌ها چه صحبتی می‌کنن. روز جلسه اولی که خود شما هم تشریف آورده بودید توی دانشگاه خواجه نصیر، خب خیلی تاثیر داره. آموزشگاه خوب تاثیر داره. ما از این آموزشگاه راضی بودیم و از شما راضی بودیم، زحمت کشیدید. خب به هر صورت برای پدر مادر موفقیت بچهش خیلی مهمه. درسته هزینه داره، ما هم خیلی سرمایه‌دار نبودیم، این هزینه رو به سختی دادیم، واقعیت امره. ولی چیزی که هست الان بچه‌م موفقه، خب الهی شکر. هزینه‌ای که کردم حداقل میدونم جای درستی رفته. خب همه تلاش میکنن پدر مادرها برای بچه‌هاشون دیگه. یکی این موضوع، یکی هم که اگر که واقعا بچه‌ای درس میخونه، زحمت میکشه، برای کاری که داره انجام میده ارزش قائل شه، هدف داشته باشه. فقط به این فکر نکنه که امروزم رو رد بکنم، امسالم رو مثلا رد بکنم، این یه ترمم رو رد بکنم. یه هدف طولانی مدت داشته باشه. من به آقا پرهام خودم هم همیشه میگم، جناب روی میگم شما اون نقطه کور رو نگاش کن، اون نوک قله رو پله پله بچین برو بالا. امروز آموزشگاه موفقیت بود، رسیدی هلی قبول شدی، تموم نشده برات. 2.5 سال دیگه کنکور داری، از امروز پله‌شو بچین. بله. که انشالله موفق بشی. و در آخرم اگه حرفی نباشه آرزو موفقیت دارم برای شما، برای دوستانی که انشالله میان، انشالله بتونن خوشحال باشن، آخر سال قبول باشن، انشالله که سال بعدم همینجوری مثل سالهای قبل. حالا یه دونه پسر دیگه گفتم خدمت، یه پسر کوچیک دیگه داریم، انشالله 1-2 سال دیگه میرسه خدمت شما میاد که بتونه در خدمتتون هستیم انشالله. امسال رتبه 2 کنکور تجربه پیدا می‌کنم پرهام راسخ بود. انشالله 3 سال دیگه هم پرهام شمشیر میتونه رتبه رو بیاره. انشالله که همیشه موفق باشی. قربون شما. به نشانه یاد بود
یک کادوی کوچیکی از سمت آموزشگاه موفقیت تقدیم شما میشه. اینم یک سلامت باشید، یک کادوی بیشتر در حد یادگاری هستش. امیدوارم که همیشه موفق باشی، بدرخشی و 3 سال دیگه 1406 حتما جواب کنکور که اومدش بگرد تو اینترنت ما رو پیدا بکن و بگو چیکار شد. شما در ارتباط هستید، سلامت باشید. شما که نیستش که میخوایم بریم همینطوری. شما یه دانشجو دیگه هم دارید حتما. ان شاءالله که نتیجه میگیری و دوست دارم که این مسیر ادامه دار باشه. یعنی من یکی از دیدهای بلند مدت هم اینه که 3 سال دیگه برم شما رو پیدا بکنم بگم بیا برام از اونجا شروع شد حالا رسیدی به رتبه فلان کنکور و این مسیر باعث موفقیت بشه. ان شاءالله که همیشه بدرخشی و موفق باشی. دست شما سلامت باشید، موفق باشید.